سلام، اسم من پانتاست. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام بگم چجوری نمره 8.5 لیسنینگ رو گرفتم. برای یادگیری تکنیک‌های لیسنینگ معلم من ورکشاپ رایگان بیان برتر رو پیشنهاد میکردن، ولی من از سایت بیان برتر 2-3 تا ویدیو اسایمنت دیدم و ازشم جواب خوبی گرفتم. بیشترین تکنیکی که هم استفاده کردم تکنیک هایلایت کردن کلید واژه ها بود. یعنی وقتی که به شما زمان داده میشه تا شما سوالات رو بخونید، سعی کردم توی اون زمان تا حدی که امکان داره سوالات رو بخونم، کلید واژه ها رو مشخص کنم تا زمانی که آدیو پخش میشه از روی اون کلید واژه ها بتونم به جواب برسم. ولی باید حواستون باشه دقت و سرعتتون به شدت بالا باشه و همچنین تمرکزتون. فقط یک نوع از سوالات بود که من از این تکنیک دیگه استفاده کردم. اونم سوالاتی بود که مثلا یه لیست کتاب، خواننده یا شاعر رو میداد و ما باید اون لیست رو با یه سری از توضیحات مچ می‌کردیم. توی این حالت من اول یه نگاه کلی به اون توضیحات مینداختم تا بدونم دنبال چه دیتایی باید بگردم و بعد وقتی که آدیو پخش میشد سعی کردم برای مثلا کتاب A اون دیتاها و اون کلیدواژه هایی که مفیدن رو بنویسم تا بتونم از روشون سریع مچ کنم و اگر نمیتونستم اون لحظه مچ کنم بعد از اینکه کاملا لیست کتاب ها رو گفت سعی کردم سریعا این کار رو انجام بدم. ولی این روش 2 تا ریسک داره. یکی اینکه شما سرعتتون باید به شدت بالا باشه و اگه یکی شما میس کنین ممکنه تا آخر همه رو میس کنین، چون که آدم خب استرس میگیره تو شرایط امتحان و در آخر هم ممکن از روی استرستون وقتی ببینید که آدیو پخش شده و شما 5-6 تا سوال جواب ندید بازم ممکن استرس بگیرید و بازم نتونید جواب بدید. در نتیجه این تکنیک ریسکش ایناست و ممکنه برای هر کسی جواب نده. و همچنین دومین ریسکی که داره اینه که شما باید حتما یه نگاه کلی به اون توضیحات همون اول بندازید، چون ممکنه شما موقع نوشتن کلیدواژه ها یه سری دیتای دیگر رو بنویسین که به کارتون نیاد و بازم نتونید به جواب برسید. این تکنیک برای امتحان کامپیوتری برای من جواب داد، ولی کاملا میتونه برای هر شخص دیگه متفاوت باشه. بهترین روش تمرین برای من تمرین کردن سکشن به سکشن بود. یعنی من 2-3 روز رو اختصاص میدادم برای سکشن 1 و بعد سعی کردم اشکالاتی که توی اون سکشن دارم رو برطرف کنم. توی سکشن 1 بیشترین اشکالات من از سوالات اسپلینگ بود. مثلا میتونست اون اسپلینگ آدرس باشه، ایمیل باشه، شماره تماس باشه، قیمت باشه و یا هر چیز دیگه. من برای رفع اشکال میرفتم توی یوتیوب و سرچ میکردم مثلا اسپلینگ آدرس و بعد سعی میکردم فقط اون آدرس ها رو بنویسم تا سرعت و دقتم بره بالا و توی این سوالات اشکالی نداشته باشم که از این روش هم جواب گرفتم. توی سکشن 2 و 3 بیشترین اشکالاتم توی اون سوالات 3 گزینه‌ای بود که 2 تا تکنیک به من خیلی جواب داد. یکیش این بود که سعی کردم گوشم رو به کلماتی مثل اند و بات و کلاً حرفای اضافه حساس کنم، چون مثلا وقتی که از شما یه سوال رو پرسیده و شما دارید دنبال جواب میگردید ممکنه شما اول فکر کنید گزینه 1 میشه، ولی وقتی که میگه بات اون گزینه کاملا رد میشه و ممکنه جواب شما گزینه 2 و 3 بشه. توی این حالت شما باید سعی کنید گوشتون رو به این کلمات حساس کنید، چون این کلمات خیلی سریع تلفظ میشن و من برای اینکه بتونم گوشم رو حساس کنم وقتی که تمرین رو انجام دادم میرفتم دوباره آخر کتاب یه دور دیگه اون آدیو رو از روی متن هم گوش میکردم تا بدونم این حروف اضافه چجوری دارن تلفظ میشن. این روش برای من جواب داد. تکنیک دوم هم زمانی بود که توی سوال از شما در مورد الان یا آینده داره سوال میپرسه و توی اون آدیو داره از تنس های گذشته استفاده میکنه. شما با دقت به این تنس ها میتونید متوجه بشید که این جواب مال گذشته هست و در نتیجه جوابی که داره اون لحظه داده میشه خب کاملا اشتباهه. پس دقت به این تنس ها هم میتونه کمک کنه که واضح حد چیه و میتونه دست شما رو جلو بندازه. توی سکشن 4 وقتی که به نظر من داره جواب رو میگه کاملا تون صدا تغییر میکنه. از روی این تغییر تون صدا یکی من متوجه میشدم و یکی اگه یه جا تمرکزم رو از دست میدادم سعی میکردم
اون جوابایی که به نظرم درست میان رو بنویسم و بعد از بین اونا انتخاب کنم، چون بعضی وقتا واقعا ممکن از بین اون 2-3 تا کلمه‌ای که نوشتین یکیش جواب درست باشه. و همچنین سعی کنید وقتی که دارید دنبال جواب یه جا خالی میگردین حداقل به 1-2 تا حتی 3 تا سوال بعد اون جا خالی حواستون باشه که اگر اون جا خالی رو خدای نکرده میس کردین حواستون به بقیه‌شون باشه. و مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که حواستون باشه مچ خودتون رو همیشه بگیرین. بعد از اینکه تمریناتون رو انجام دادید همیشه از خودتون بپرسین چیا رو اشتباه دارم، چرا اشتباه دارم و چی کار کنم که اشتباه نشه. این آنالیز کردن خیلی بهتون کمک میکنه تا بدونید دقیقاً ایراداتتون بیشتر توی چیاست و بتونید اونا رو رفع کنید. امیدوارم امتحانتون رو عالی بدین. اگه سوالی داشتین حتما کامنت کنید.